یو بک سلام، امیر جی اچ هستم. خوش آمدیم به این ویدیو ما در مورد کارشاپ فونیکس میخوایم بریم ببینیم چه ماشینی داخل کارشاپ هست. با 800 کی میتونیم چی بخریم. اگر دوست داشتین داخل کامنت بگین که من با پول بیشترم برم بهتون ماشین معرفی کنم، یا با پولای واقعی یا توکن و اینا اگر داشته باشین بهتون ماشین معرفی کنم. ما فعلا هم با 800 کی فکر کنم در حد یه ماشین خیلی ضعیف هم نه، در حدی که بشه کارهای روزمرگیتون، کارهایی که داخل سرور دارین رو بتونین انجام بدین. اوکی، ما فعلا بریم سراغ ماشینای توکن. اینجاست، میتونین اینجا ماشینای توکن خریداری کنین که اینا همین بی ام و هم یکیشه. LX 570 داره، بی ام سری 7 داره. ماشینای دیگه ای هم اگر چنل دیسکورد فونیکس رو ندارین میگم بذار ادیتور داخل کپشن ویدیو براتون میذارم. لینک دیسکوردشون هست، میتونین برین چک کنین. اوزشون 100%. بریم ببینیم بگیرم برسیم بهش. آی پلیس، خسته نباشی. سلامت باشی یاره. خسته نباشی. چه خبر؟ نوکره. آقا عضوگیری هم دارین؟ آره یا نه؟ شما رو نه ولی کلا آره داریم. چرا منو نه؟ چه دلیل؟ چون که من زورم خیلی زیاده. نه بابا. آره نه. اوکی، آشنا میشیم انشالله. آشنا میشیم. نوکرتم. میگم جان. برو امیر پول جور کن بیار عضوت کنم. چقدر؟ امیر 20 میل 30 میل فرق نمیکنه، هر چقدر کلمته پول لازمه. خوشحال شدم، خدا نگهدار. دوست عزیزی که نجاته توقف کن. چه کردم؟ دوست عزیزی که نجاته توقف کن. یک چش. کنار جاده. ماشین خودتو خاموش کن. چی گفت پیاده شی؟ ماشین شهرداریه. حالا حالا کلم خاموشش کن. بلد نیستم. من باید نیستم مگه نه؟ آره. خب ادی کارت همراه هست؟ آیدی کارت باید چک کنم. میخوای خودت چک کن؟ آره. خدا چک کنم. بسم الله. خدا کنه همراهش بشه. اهلا همراهت. آیدی کارت دست کنم تو جیبش چپت. چرا داخل جیب چپت مگس نمیپره؟ گفتم خدا چرا نداری تو جیبت ناموسن؟ گداتر چی؟ گرفتم. یه ذره پول بدم. او بیا نزدیکم. دلم سوخت و میخواستم بندازمت زندان ازت پول بگیرم. نداشتم بابا. من این ماشینو برای چیزی گرفتم، دارم ویدیو ضبط میکنم. دوست عزیز میتونم بنده جیب شما رو چک کنم؟ چش، بفهم. دوست عزیز ماریجو هشیش داری تو جیبت؟
کی هشیش داره تو جیبش؟ بن شما علم شما خودم بله چی؟ ها خودت گذاشتی. دوست بله عزیز تو خودت هشیش گذاشتی. بله اوکی. برم بهت میگم بابا من دوست ندارم هیچی. عزیز دوست میخوایی بریم برات مجوز گم بگیرم یک گانم برات بگیرم دوست عزیز حوصلمون سر مجوز رفت گان دارم. داری؟ متاسفانه خب ببخشید. بذار ماشین تا آتیش بزنم بابا برم کن. مش بیکارم برم کن بابا. عزیز آی پیدی رو انداختی زمین بابا برم خدا کن به گو سر خودم. بدادت خدا بابا برم من گو خوردم. بابا برم کن سیمز نره. ای بابا گو خوردم. بیا دنبالش. خدا برسه به دادت، خدا برسه به دادت، کاری سرت میارم اسمیت برا یادت. خودش تو بابا. چطوری؟ نوکرت. شما دلت زندان میخواد داره؟ نه بابا من فکرم دنبال میبریشتم. با من عذر کن کار ندارم. نه خیر عذرت نمیکنم عذر کن. زورم زیاده ما چقدر آرمین رفیق داشتیم بهتره تو. زورم زیاده عذرت نمیکنم چه؟ چه گفت؟ دیگه این نزن بگیرش. یا بگیرش. یا بگیرش. کمربند خود را ببندید. بابا باشه. عالی 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 عالی. بابا بدم دارم ویدیو میگیرم. داد بعد وقتی بریم یه بار دیگه کرمش کنیم.
ببین اسمی دیدی بود. اه. تو اینجا چیکار میکنی؟ الو ویو جواب بده. توی دنیا نبود. دیدی دیدی کور بودی بگیریمش حاجی بخره. اینا چه؟ واقعا بابا ریده شد تو ماشینم بابا. واسه ببینم بابا. اینو نزن حداقل، بذار با این برم. شرمنده.
چشش بساس. اون اشغالیه رو بزن اون. کدوم بود با کدوم منو باز میشه؟ دستتو بگی بالا یک. دستتو بگی بالا اوکی باشه بیا. و بچسب دیوار. چش. میدونی که نه دکتر است نه چیزی میزنم یا میفته میمیری. میدونم. خبر دارم. بله خدا شکر که خبر داری. من فقط به خاطری که میخواستم بیام اینور اومد. به دست شما دستبند میزنم، از شما دارم. مرسی. بازوی شما رو میگیرم، بله اطلاع دارم. کشان میبرمت، میکشمت رو زمین. شما خیلی دست مزاحمت داشتی برای ناموس مردم. ثابت. با اون ماشین مدل الان ثابت میکنم چیزی نیست که آقا چی فرمه امکان نه یا امکان میخوام رشوه بگیرم بس نه شدن در پیدی هم مشکل است. بله اینجا همه چی مشکل است. من که پول ندارم تا 10 سال دیگه هم منو بنداز اینجا. 10 سال میندازم تا بنداز میگم پول ندارم. میندازم بذار سلول آخری هم بندازم که دیگه راه میان نباشه کسی ببینته. اشکال نداره بنداز. خب دست شما رو باز میکنم. البته تو باز نمیشه. دست شما رو باز میکنم. بذار همینجا بمونم زندان ننداز دستبند شما جان رو خودت باز من ننداز میکنم. اونور. بابا کار دارم. بندازم اون بر دیگه تو رو خدا. بابا کار آخه دارم به خدا. آخه اما این کسی از دیگه میخوام زندانیت کنم. بابا زندانیت نزن به کنم. خدا میخوام برم کار دارم. کجا میخوای بریم؟ بابا داشتم پس یه ایموت میزنم قبول کن باش. بله قبوله. ببینیم چی حالا. یه ایموت میزنم باید قبول کنی. ببینم ویدیو یوتیوب ها. الو بله. چشم حواست باشه. قبول کن. یه دقیقه. 88 آره وایس. نینی کوچولو نینی کوچولو سکت. قبول کن بازل ای. بابا بذار. ای دارم میزنم. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی میبینمتون.